کدوم توی یک برهه از تاریخ خون دادن. میگیری چی میگم؟ خون ریختن. چه ترکش، چه لورش، چه گیلکش، چه مازنیش، چه بلوچش، چه عرب‌های ایران زمین، چه بلوچ‌ها، چه ترکمن‌ها، همشون توی یک تایمی خون دادن برای این کشور. چطور اجازه بدیم به خودمون که با اینا بخوایم شوخی کنیم؟ چرا باید مثلا با ترک‌ها شوخی کنیم، یه چیز بد بگیم، در صورتی که اون حرف از جایی در اومده که ترک‌ها داشتن با غیرت تلاش میکردن که تسلیم نشن. از اون جریان به بعد به ترک‌ها اونجوری گفتن. اصلا نباید تو شوخی کنی با اینجا. اینا رو آوردن که ما تفرقه بیفته بینمون، بین من و تو ترک و تو لور و تو شیرازی و تو اصفهانی و اینا رو گذاشتن که ما تفرقه بیفته. پس خودمون نباید این اجازه رو بدیم.